با شمارش 3 2 1 خدا بخیر کنه. بچه کلا شد بازیم. چطورید بچه های سمی و 7 هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوهای جدیدمون. امروز اومدیم با یه دیتا پک خیلی عجیب غریب و چی بود اونجا؟ وات؟ یه چیزی به خدا اونجا دیدم. امروز اومدیم با یه دیتا پک خیلی عجیب و جذاب ماینکرافت، ولی همه آیتما رو میتونیم بخوریم. درست فهمیدید، هر آیتمی که داخل بازی است خوردنی. از بچگی دوست داشتم خاک بخورم، بالاخره به آرزو میرسم. از الان بگم بچه‌ها اگه میخواید این دیتا پک رو بازی کنید و تجربه کنید، میتونید داخل سرور دیسکوردمون جوین شید. لینک دانلود داخل دیسکریپشن هست. میتونید جوین شید، دانلود کنید، بازی کنید و لذت ببرید. دیگه خودتون هم میدونید دیگه، بزرگترین حمایت سابسکرایب کردن به کانال. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، ویدیو رو به دوستاتون معرفی بکنید. چه باحال اینجوریه. به به چه اقیانوس. دولفین. یه سری آیتمای خاصم زده بود خوردنیه. حالا مثلا اگه نخواستیم حالا همه چی رو بخوریم، اون آیتمایی که خوردنیان رو صفحه میاد. بریم آیتما رو پیدا کنیم، بخوریم، ببینیم چه اتفاقی رخ میده. وات؟ چرا چوب چرا چوبات؟ وات؟ نکنه میشه ها؟ او مای گاد، من دارم چوب میخورم، به من میگن سامان چوب خار. او مای گاد. خب اینم از چوبای زیبامون. آقا همونطوری که گفتم، من از بچگی عاشق خوردن خاک بودم که آرزوام بود. بالاخره میتونم به آرزوم برسم. او مای گاد، ببینیم چه اتفاقی رخ میده. آی مثل اینکه اصلا ایده خوبی نبود خاک خوردن. اوکی مرسی، بریم بقیه چیزا رو بخوریم. گاو میخوام بخورم. بیا یام شو نم چرمم میتونم بخورم. خیلی مفید بود، دست شما درد نکنه. آقا مثل اینکه بچه‌ها همه آیتما رو میتونیم بخوریم. هر چی آیتم داخل این بازی هست نکنید میتونیم همه رو بخوریم، ولی یه سری آیتم‌های خاص، یه سری چیزمیزهای خاص بهمون میدن، یه سری افکت خاص بهمون میدن. ممکنه اون افکت خوب باشه، ممکنه افکت بد باشه. الان ما همه چی رو میتونیم بخوریم، ولی یه سری از آیتم‌های خاصن که یه افکت خاص میدن و یه اتفاقی میفته. خوبه دیگه، ما هم الان میدونیم که چه چیزایی افکت خاصن و چه چیزایی میشه افکت داد دیگه، یعنی خوردن. یعنی الان یکیش مثلا استیک مثلا چی میدونیم دیگه، میدونیم چه چیزایی بخوریم که افکتمون بدن دیگه. خوبه دیگه، کارمون راحته، اینجوری راحت‌تر میتونیم اوکی کنیم. و جلل خالق الجلل. خب اینم از آیتم‌های چوبی. خب سنگ. یکی دیگه از آرزوهام این بود که بچگی دوست داشتم سنگ بخورم. بچه‌ها خشکم زده، بچه‌ها گیر کردم، کلم گیر کرده. آقا 20 ثانیه دیگه نمیتونم تکون بخورم، کمک. آقا مثل اینکه خوردن سنگم ایده جالبی نبود. اوکی آقا، اوکی مرسی، ممنونم، تشکر. آقا گراول چی؟ زغال. خب فکر میکنم کافی باشه دیگه. 26 تا سنگ و 16 تا زغال. یه غار بتونیم پیدا کنیم، قول میدم که پسر خوبی بشم. ولی خب یه خبر بد براتون دارم، متاسفانه داره شب میشه. بریم آقا، بریم. صبح شد برمیگردیم. خدا حافظ. ما برگشتیم با یه صبح دلانگیز زیبای دیگه. به من غار بدهید. من غار میخوام. چرا به من غار نمیدهید؟ من دنبال یک غارم. به من غار بدهید. آرمادیلو. آقا راستی میشه پیککسم بخوریم بچه‌ها؟ میدونستین من خودم فراموش کردم. پیککسم میشه. پیککس دوستم خود چی بده؟ فهمیدم چی میده. الان وایسا، پیککس چوبی خوردم، همچین اتفاقی افتاد. پیککس سنگی بخورم چه اتفاقی میفته؟ wait a minute. ایول، ایده خفنیه واسه ماین کردن و خودمونی ما. بذار ببینیم. نام. میده هوچی، میده بچه ها، میده آیتماشو. چقدر خفنه. اوکی آقا، بازی قشنگ شد، بازی حماسی و قشنگ شد. پیش به سوی پیدا کردن دایموند، لیتس گو. بیا اینجا ببینم. به وای، واقعا چوب کم داریم. ایول، به من میگن سامان بکن، سامانی هم که میکنم. مراقب باشید یه وقت یکم داره تاریک میشه، دارم میترسم. هر چی پیککس قوی تر باشه بیشتر میکنه. یعنی الان من پیککس آیرونی اوکی کنم خیلی خفن تر میکنه، نه؟ وقت پیککس آیرونیه. اول از همه کرافتینگ تیبل رو میذاریم، یه فرنیس خوشگل زیبا جادو رو مطمئن درست میکنین. اوف، تا دلمون بخواد زغال داریم، زغالا رو میذاریم، آیرون رو میذاریم. آقا این تا بپزه من میگم چوب بکنیم. چرا چوب بکنیم؟ چون بریم پایین دیگه بدبختی. حالا چجوری برم بالا؟ کمک
خب فکر میکنم کافی باشه دیگه. 16 تا، یه دونه اون پایین آی 17 تا. لیتس گو. آقا یه بار همین پایین که هستیم، به آیرونا رو یه بار همین پایین که هستیم مرور میکنیم چه چیزایی قشنگ درست حسابی میتونیم بخوریم. اول از همه استیک میتونستیم بخوریم. یادم نیست استیک خوردیم چه اتفاقی رخ داد. بله مرسی، ممنونم، دست شما درد نکنه. راضی به زحمت نیستی، تشکر میکنم. استیک میتونیم بخوریم که خوردیم، تورچ میتونیم بخوریم، گام پاودر میتونیم بخوریم، TNT، همه پیککس‌ها که بر اساس هر پیککسی که بخوریم خفن‌تر باشه بیشتر زیرمون رو میکنه. دیدیم انویل میتونیم بخوریم، بیکن یا ابوالفضل بیکن میتونیم بخوریم، فرنیس هم میتونیم بخوریم. نم فرنیس میتونیم بخوریم، دوباره امرالد میتونیم بخوریم، چست میتونیم بخوریم، بلیز رات میتونیم بخوریم و اند پورتال فریم، یعنی اون پورتال وادا کابل استون میتونیم بخوریم که دهنمون سرویس شد. دیدیم آیرون هم میتونیم بخوریم، یکیشو میخوریم الان. همه سوردا رو میتونیم بخوریم و درت و یه سری بلاکای خاص. فعلا اینا رو الان میریم بخوریم، یه سریاشون میتونیم اوکی کنیم داخل همین سروایول، یه سری دیگه شون آخر کریتیو میکنیم میخوریم ببینیم چه اتفاقی رخ میده. خب بیا اینجا ببینم. کلی چوب داریم، کلی استیک اوکی میکنیم. اول از همه بذار من اون یه دونه آیرون رو بخورم. خدا جونم با نامو یاد خودت. نم 2 دقیقه اصلانه. هی بچه اصلا ایده جالبی نبود خوردن آیرون. تا 2 دقیقه قراره اسلو موشن باشیم. نکو اسلو موشن. پیککس آیرونی بیا اینجا ببینم. قبل پیککس آیرونی میخوام یه سورد چوبی هم بخورم. سورد چوب میدونیم پیککس چی کار میکنه. سورد ببینیم چی کار میکنه، مثلا چی میخواد بشه. اوه سورد میخوریم استرنج میده، یعنی هر چی سورد خفن تری بخوریم استرنج بیشتری میده. اوکی، هر چی سورد خفن تر بخوریم قدرتمون بیشتر میشه، هر چی پیککس خفن تر زیرمون رو بیشتر میکنه. خب بچا بذار من اول بخورم، بذار چیزا رو بخور، فرنیس رو بخوریم ببینیم فرنیس چی میشه. حس میکنم فرنیس رو بخورم میسوزم، نمیدونم چرا. خدا بخیر کنه. What؟ داری با من شوخی میکنی؟ حاج؟ حاجی فهمیدید چی شد بچه‌ها؟ چطور ببینید ترجمهش میشه هر چی که اوری که دور برمون هست، چه میخواد آیرون باشه، چه میخواد زغال باشه، چه میخواد کاپر باشه، گل، هر اوری هست تبدیلشو میکنه به بلاک اون آیتم. هر اوری دور برت باشه بلاکشو میده. آقا وقتشه به نظرم بریم دایموند پیدا کنیم. به نظرم استون بده. داداشم فرنیس. فکر نمی‌کردم فرنیس انقدر تو این دیتا پک اوپیشه. خب اینم از این 80 تا کندم کابل استون که میشه بر وزن 8 تا فرنیس. کافیه. میدونستی بچه من هنوز پیککس آیرونی رو نخوردم و میخوام بخوریم و ببینیم تا چقدر میریم پایین. با شمارش 3 2 و 1. چقدر رفتیم پایین. آیتما رو نگاه، ایکسپیا رو نگاه. به خب سوردمونم بده، یه بهمون چیز بده. استرنج آیوی 5 دقیقه. ایول. الان من واسه چی اینو گذاشتم؟ بریم دیگه، بیا بریم پایین. قشنگ اینجا زیبا جادا مطمئن. اخی آیرون. میریم پایین، قشنگ راه داره خودش میبره. الان میبینید بچه این ردستون رو من اگه فرنیس الان بخورم این تبدیل میشه به بلاک ردستون. خب فکر میکنم دیگه اینجا خوب باشه دیگه بخوریم. به نظرتون هست دیگه اینجا دایموند؟ به خدا. خب وقت خوردنه. وقت هرچی باشه. با شمارش 3 2 و 1 آیرون پیککس. دایموند کشنده نمیشد. اشکال نداره. 5 تا. وای اینا رو نگاه چقدر آیتم ریخته رو زمین. دایموند با دایموند بابا. دایموند. فرنیس عزیزم بیا اینجا. فرنیس دایموند اینجا. فرنیس رو میخوریم. 3 2 1. وای اینجا رو نگاه چقدر حس خفنی داره. دایموند رو نگاه. ایول. وقت چیه بچه؟ میخوام یه کاری کنم هم سیستم خودم بهتره کم سیستم شما. میخوام پیککس دایموندی بخورم. با شمارش 3 2 1. خدا بخیر کن بچه. کلاشت بازیم. وای آیتما رو نگاه، اینو نگاه. وای بچه ها این اصلا من دیگه نمیتونم. یه کار خفن اومد تو سرم بچه ها. نگاه کنید. فرنیس میایم اینجا شروع میکنیم خوردن. تادا. بلاک دایموندا رو نگاه. یکی لذت بخش. وای آقا نه ولی خدایی دیتا پک حق و خفنیه. خودمونیم واقعا خیلی دیتا پک عجیب و خفنی و به نظر میشه دیتا پک کار چالشی خفنی میتونیم انجام بدیم قشنگ با این دیتا پک. خب به نظرتون بچه‌ها چجوری برم بالا؟ کمک.
وای فکر کنم رسیدم. وای رسیدیم. کاش که میرسیدیم. چرا نمیرسیدیم آخه؟ خب دیگه بچه‌ها از اونجایی که میدونستیم دیگه چه چیزایی اتفاق میفته و یه سری آیتما هم خب نمیتونستیم به دست بیاریم داخل سروایول، سر همین کریتیو کردیم. بقیه آیتمایی که نمیدونستیم چی کار میکنن و چه افکتی میده رو واسه خودمون اد کردیم و شروع کردیم که بخوریمش رو تست کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بیا اینجا ببینم چه سروایولیم. کریتیو امرالد یکیش بود. اند پورتال فریم، باورم نمیشه اند پورتال فریم مثلا میخواد چی بده. چست، بلیز راد، سورد ندرایتی و پیککس ندرایتی، انویل و بیکن. فکر می‌کنم همینا کافی باشه دیگه، بقیه‌اش اوکی کردیم. TNT مطمئنا میخواد منفجر کنه دیگه، معلومه دیگه میخواد منفجر شه. گان پاودر از پشت صحنه میگن ما تورچ هم نخوردیم، تورچ هم میخوریم. اول از همه از امرالد شروع می‌کنیم با شمارش 3 2 1. حاجی وقتی امرالد بخوری یه دونه ویلیجر اوپی سورد، اوپی پیککس، اوپی آرمور. آقا من خیلی دوست دارم اوپی پیککسش رو امتحان کنم، نمیدونم مثلا الان میخواد چیکار کنه، مثلا میخواد چه جوری بک، مثلا چقدر میخواد مثلا خفن خب بچه کجا بودیم؟ من از اول ویدیو خیلی دوست داشتم اند پورتال فریم رو بخورم ببینم چه اتفاقی میفته. با شمارش 3 2 و 1. دکمه غلط کردم اینجا کجاه؟ فکر می‌کنم بچه بقیه تستمون رو بعد اینجا انجام بدیم. خب بعدی چست بود، ببینیم چست چی میده. وات همین. خب بعدی بلیز راد بود. بلیز راد فکر کنم آتیش میگیریم دیگه. ناموسن من الان بلیز راد خوردم به من اند پورتال فریم داد. اوکی مرسی. ندرایت سورد استرنج معمولی میدی. پیککسس وای نه بخورم میافتم پایین. به نظرم بعد بریم یه بالا، اصلا جای خوبی نیست اینجا. فکر می‌کنم بریم اوورورد خیلی بهتر باشه. پیش به سوی اوورورد. خب سلامی دوباره به اوورورد. پیککس ندرایت رو میخونیم ببینیم چقدر بچه‌ها سیستم کرش کرد. این بلای طبیعیه، چرا نصف مرد رفت. انویل رو بخونیم ببینیم چی میشه. چرا من کوچولو شدم. بعدی بیکن. اوکی افکت رزिस्टنس میده. یه بعدی گان پاودر رو بعدش تورچ. وای چرا به عقل خودم نرسید. وقتی تورچ بخوری نایت ویژن میگیری. و در آخر TNT. دیگه TNT رو میتونیم تصور کنیم دیگه. ایول چقدر باحال بود. ما داخل این دیتا پک همه چی میتونیم بخوریم. یه سری آیتم‌های خاصن که یه سری افکت‌های خاص بهمون میدن که اون افکت‌ها هم دیدیم، اون آیتم‌های خاص هم خوردیم، افکتاشون هم دیدیم و خدای دیتا پک خفن و جالبی بود. بازم میگم بچه‌ها اگه خواستین دیتا پک رو تجربه کنید میتونید داخل سرور دیسکوردمون جوین شید، لینکش داخل دیسکریپشن هست، میتونید دانلود کنید، بازی کنید و لذت ببرید. فراموش نکنید که حتما سرور دیسکورد ما رو جوین شید. مرسی که تا الان بودید بچه‌ها. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت از همه مهمتر سابسکرایب فراموش نشه. بزرگترین حمایتتون چه آسمونه جذابیه حاجی. بزرگترین حمایتتون سابسکرایب کردن، پس حتما سابسکرایب بکنید و فراموش نکنید که ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنید. اگه ایده واسه ویدیوهای آینده دارید حتما داخل کامنت ها بگید، نظرتون واسه این ویدیو بگید، حتما جواب میدم همه رو و جاتون هم تو قلب منه. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوهای خفن آینده میبینمتون. فعلا بچه‌ها تا ویدیو بعدی خداحافظ.